به نام خدا. مبحث امروز در رابطه با انزال زودرس هست که نام علمی آن پرمیچر ایژوکیشن و تعریفش در طب ایرانی و طب سنتی خروج زود هنگام منی قبل از به اوج رسیدن لذت جنسی یا اورگاسم هستش که این قضیه میتونه مشکلاتی رو بین زن و مرد و شریک جنسی ایجاد کنه و باعث عصبانیت و ناراحتی طرف مقابل بشه. خب عوامل مختلفی درش دخیل هستش، عوامل سایکولوژی، روانشناختی، افسردگی، شهوت زیاد یا آتشین، خود ارضایی هایی که بدون معاشقه و با سرعت انجام میشه، به اضافه اینکه افرادی که کاهش اعتماد به نفس دارن. در رابطه با تمهیدات و راهکارهایی که در رابطه با زود انزالی هست خدمتون مطالب عرض میکنم. جهت درمان بهتره به یک کارشناس روانشناس و یک سکسولوژیست حاذق مراجعه بشه و حتما نیاز به کمک شریک جنسی و پارتنر هم هست. اولین روشی رو که خدمتتون عرض میکنم که این روش جانسون و مسترز هست که نام دو دانشمند هستند که در این رابطه تحقیقات زیادی رو انجام دادن و اون اینه که وقتی که فرد احساس میکنه که میخواد به اوج لذت جنسی و اورگاسم برسه، توقف صورت میده که بهش میگن دوره خاموشی و مکث میکنه و این حرکت رو 1 تا 4 بار تکرار میکنه که باعث میشه کنترل اعصاب رو این قسمت به مرور بیشتر بشه و کم کم این قضیه کنترل بشه. روش دوم رو خدمتتون عرض میکنیم که این روش استارت اند استاپ هستش. بدین معناست که قبل از اورگاسم یا اوج لذت جنسی و یا احساس خروج منی فرد از ادامه دادن دست میکشه و مکث میکنه که کم کم این روش هم میتونه مؤثر باشه و به صورت خیلی اورژانسی و به سرعت نتیجه این روش ها نمیدن و نیاز به زمان هست. روش سوم روش معاشقه بدون سکس هست که در این روش 2 تا چند هفته این رو ادامه میده تا بتونه کنترل این قضیه رو به دست بیاره و کمک دهنده بعضی از روش هایی که قبلا خدمتتون عرض کردیم باشه. روش چهارم در رابطه با راهکارهای درمانی زودانزالی اسمش روش کیگل هست که این روش انقباض و سفت گرفتن عضله باسن و مقعد هست. فرد از 1001 تا 1005 میشماره، بعد شل میکنه و این رو روز اول صبح 5 بار، ظهر 5 بار، شب 5 بار و روز دوم 10 بار صبح، ظهر 10 بار، عصر یا شب 10 بار، روز سوم 20 بار، روز چهارم 30 بار، روز پنجم 40 بار. این رو ادامه میده به صورت متناوب تا چند هفته، 2 تا 3 ماه و اثرات بسیار زیادی داره به این خاطر که عضلات غده سمینال ویزایکل تقویت میشه و باعث میشه که کنترل عضلانی و عصبی این خروج منی صورت بگیره که این روش هم برای زن نافعه هم برای مرد. عوامل مؤثری رو که در زود انزالی مؤثر هستن رو خدمتتون عرض میکنم. عوامل نورولوژیکی هست، حساسیت بیش از حد سر آلت هست، تحریک پذیری زیاد هست، تحریک پذیری زیاد گیرنده های سروتونین هستش و اختلالات فیزیولوژیکی هست، مشکلاتی که در افرادی که مشکلات عصبی عضلانی پیدا میکنن، نوروپاتی های ناشی از دیابت هست، مشکلات اسکلروپلاکی است، افرادی که مولتیپل اسکلروزیس دارن،
افرادی که اختلال هورمونی دارن مثل کاهش تستوسترون، افزایش هورمون تیروئید، کاهش هورمون TSH، اینها میتونه عوامل مؤثری باشن که در زود انزالی میتونه اثر بذاره که طبیعتاً وقتی که در رابطه با مراجعه میشه، یعنی به یک پزشک حاذق، اینها رو میتونه تشخیص بده و عوامل رو میتونه درست کنه که کم کم مشکلات حل بشه. همینطوری خدمت رو عرض کردم، نظری که طب سنتی یا ترادیشنال مدیسین داره اینه که یا همون طب مزاجی که میدونیم که ما 4 تا خلط داریم که خلط غالب در این نوع بیماری و زود انزالی خلط صفرا هستش. اگر که فرد دچار غلبه خلط صفرا بشه و کیسه صفرا ناشی از حرکت خلط صفرا عمل میکنه و فردی که دچار این اختلال میشه اگر که خلط صفرای سوخته داشته باشه تخلیه سریع صورت میگیره و اگر اینکه برعکس این خلط خیلی کم باشه عدم کنترل هست. پس توسط یک پزشک و یک درمانگر باید خلط غالب تشخیص داده بشه. هم میتونه غلبه شدید خلط صفرا دچار این مشکل باشه، هم عکسش. به این خاطر تشخیص بسیار مهمه. طبیعتاً بعد از تشخیص درمان میشه و طبیعتاً اگر تشخیص غلط داده بشه درمان مؤثر نخواهد بود. داروهای گیاهی که در طب سنتی و میتونه مؤثر باشه خدمتون به صورت اختصار عرض میکنیم. ارده کنجد که کنجد یکی از قوی ترین منابع کلسیم هست و یک اسید امینه ضروری به نام متیونین داره، میتونه در رابطه با تنظیم سیستم اعصاب عمل کنه. خرما، زیتون، نخودآب، آویشن و نمک دریا همزمان که ساییده بشن یک ضد بلغم قوی هست و خود حجامت به صورت عام میتونه مؤثر باشه. سرکه انگبین ها منزج های خیلی خوبی هستن، میتونه مؤثر باشه. مستکی و گرده نخل هم همینطور، انزروت، جنسینگ سفید و قرمز، زیره کوهی و شبدر کوهی و ترکیب چارتایی زیتون، خرما، زرده تخم مرغ و زنجبیل هم یک غذای بسیار مناسبی هست برای افرادی که غلبه سردی دارن، یعنی خلط صفراشون پایین اومده. و ما در افرادی که خلط صفرای سوخته دارن و غلبه گرمی بیش از حد دارن میتونیم از عطرهایی با مزاج خنک استفاده کنیم و برعکس افرادی که غلبه گرمی پایینی دارن میتونیم از عطرهای با مزاج گرم استفاده کنیم. لازم به تذکره که افرادی که دیابت دارن اولین قدم کنترل قند خون هستش. وقتی که قند خون کنترل بشه به صورت طبیعی کم کم این زود انزالی رفع میشه. یک نوع حجامت هست که بسیار مؤثر هست. حجامت در کشاله دوتاران همزمان هست با لیوان‌های کوچیک، حدود 4 لیوان کشاله ران راست و 4 لیوان کوچیک کشاله ران چپ. این میتونه در افراد باعث تقویت سیستم عصبی و کنترل زود انزالی بشه. و دوستان اگر سوالی دارن میتونن سوالاتشون رو مستقیما و دایرکت از این حقیر بپرسن. در خدمت